تا حالا شده وسط خواب یهو حس کنی بیداری، ولی انگار داری مرگ رو تجربه میکنی. گلوت بسته شده، صدات در نمیاد، بدنت انگار به تخت میخ شده و بدتر از همه یه سایه، یه حضور سنگین که انگار داره از تو عمق تاریکی نگات میکنه. قلب تو سینت داره میکوبه و فقط یه فکر تو سرته. این دیگه چیه؟ یه ایران قرنهاست به این کابوس میگن بختک. یه توهم ساده است یا چیزی که از خودت بهت نزدیک تره. در ادامه ویدیو قرار چیزی رو بفهمین که شاید کلاً دیدگاه تو درباره شب و خواب عوض بکنه. ممکنه همین الان که داری این ویدیو رو میبینی خودت یا یکی از دوستات این حس رو تجربه کرده باشه. یه لحظه وسط شب چشات باز میشه ولی بدنت انگار ازت جدا شده. نمیتونی انگشتت رو تکون بدی. نفس کشیدن انگار یه جنگه و تو اون تاریکی یه سایه مبهم میبینی. نه واضحه نه غریبه. انگار داره تو رو میپاد. این لحظه همون چیزیه که تو ایران بهش میگن بختک. تو فرهنگ عام ایران بختک یه افسانه قدیمیه. تو کتاب فرهنگ عام ایران نوشته حسن ذوالفقاری میگن بختک گاهی شکل یه زن پیره، گاهی یه موجود بیشکلی که فقط سایه‌ش رو حس میکنی. اکثر مردم اعتقاد دارن اگه موقع خواب رو به شکم بخوابی بختک عاشقت میشه و میاد سراغت. تو خوزستان مادر بزرگا میگن که زیر بالشت سیر بذاری سایه فرار میکنه. اما این فقط مال ایران نیست. توی ژاپن بهش میگن کاناشیباری، یعنی بسته شدن توسط ارواح. تو مصر باستان کاهن‌ها از یه موجودی حرف زدن که شبا روح آدم‌ها رو قفل میکنه. انگار بشریت از وقتی یادش میاد داره تو تاریکی شب با یه کابوس مشترک روبرو میشه. سوالم اینه چرا هممون تو اون لحظه فلج یه سایه میبینیم که انگار ما رو میخواد؟ خب بیایم یکم از این فضای وهم‌آلود بیرون بیایم و ببینیم علم چی تو چندش داره. علم به این پدیده میگه فلج خواب یا اسلیپ پرالیسیس. وقتی تو فاز رام یا همون خواب هستی بدنت عملا فلج میشه تا توی خواب نزنی خودتو تیکه پاره کنی. این یه مکانیزم دفاعیه که بهش میگن رامتونیا. حالا گاهی موقع بیدار شدن مغزت یکم قاطی میکنه، چشات باز میشه ولی بدنت هنوز تو حالت قفله. اینجاست که مغز شروع میکنه به خلق توهم. به این میگن توهمات هیپناگوژیک. طبق یه مطالعه توی ژورنال اسلیپ مدیسین سال 2011 حدود 50% آدمای دنیا حداقل یه بار فلج خواب رو تجربه کردن. تو دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 2020 نشون داد 12% دانشجوها به خصوص اونایی که استرس امتحان دارن یا شبها بد میخوابن این حالت رو گزارش کردن. تا اینجا انگار همین چیز علمی و منطقیه، ولی چرا همیشه یه سایه سیاه میبینیم؟ چرا یه موجود ترسناک؟ اینجا علم یه جواب دقیق داره. ناحیه‌ای توی مغز به اسم آمیگدالا که مسئول ترسه تو لحظه فلج خواب بیش از حد فعال میشه. طبق یه مطالعه توی ژورنال نیچه نیوروساینس سال 2017 آمیگدالا توی این حالت با بخش‌های بصری مغز قاطی میکنه و یه تهدید خیالی میسازه. حالا چرا سایه سیاه؟ چون مغز ما تو تاریکی شب که اطلاعات بصری کمی داره از الگوهای ساده مثل سایه استفاده میکنه تا خطر رو تجسم کنه. به این میگن پاریدولیا، یعنی تمایل مغز به دیدن شکل‌های آشنا تو چیزهای مبهم. یه تحقیق دیگه تو دانشگاه استنفورد سال 2019 نشون داد 65% کسایی که فلج خواب داشتن یه سایه با چشمای درخشان توصیف کردن، چون مغز ما چشما رو به عنوان نشانی حضور یه موجود زنده میشناسه. اما فرهنگ هم بی تأثیر نیست. توی ایران بختک رو به جنها ربط دادن. میگن بختک یه جن زنونه است که اگه بهش زل بزنی غیبش میزنه. اما توی غرب بهش میگن اولد هاگ، یه پیرزن ترسناک که روی سینت میشینه. حتی تو آفریقا قبیله‌های زولو از موجودی به اسم توکولوش حرف میزنن که شبا میاد سراغ خوابیده ها. عجیبه که این الگو تو همه فرهنگ‌ها تکرار شده. انگار مغز ما داره یه کابوس جهانی رو بازسازی میکنه. حالا قراره یه چیزی بشنوی که شاید بخوای امشب رو با یکی دیگه بخوابی. سال 2022
یه تیم تحقیقاتی توی دانشگاه کامبریج یه آزمایش عجیب انجام داد. مغز آدمایی که فلج خواب داشتن رو با دستگاه fMRI اسکن کردن. چیزی که پیدا کردن مو به تن آدم سیخ میکنه. ناحیه‌ای توی مغز به اسم اینسولا که حس حضور موجودات دیگر رو تشخیص میده تو لحظه فلج خواب دیوونه‌وار فعال میشه. انگار مغزت داره فریاد میزنه یکی اینجاست، حسش کن. تا اینجاش علمیه، ولی حالا گوش کن. تو همون مطالعه یه چیز عجیب‌تر پیدا کردم. تو 30% موارد امواج مغزی آدم‌ها تو فلج خواب شبیه حالتی بوده که توی مدیتیشن عمیق یا تجربه‌های نزدیک به مرگ دیده میشن. انگار مغز توی اون لحظه به یه فرکانس ناشناخته وصل میشه. یه تئوری عجیب از دکتر کریستوفر فرنچ، روانشناس دانشگاه لندن، میگه شاید فلج خواب یه جور دروازه است، دروازه‌ای به یه بعد دیگه، جایی که موجوداتی زندگی میکنن که ما تو حالت عادی نمیتونیم ببینیمشون. حالا دیوونه کننده تر، توی مطالعه توی ژورنال کانشسنس سال 2020 محققات دیدن کسایی که به ماورا اعتقاد دارن توهمات قوی تری میبینن، ولی حتی آدمای کاملا شکاک یه سایه مشابه توصیف کردن. انگار این سایه یه چیزیه که از مغز ما نمیاد، انگار یه چیزیه که همیشه اونجاست، منتظر یه لحظه است که ما ضعیف باشیم. یه ماجرای واقعی از ایران برات بگم. سال 2018 یه پرستار تو بیمارستان اهواز وسط شیفت شب فلج خواب رو تجربه میکنه. میگه سایه‌ای که دیده بوده فقط زل نمیزد، بلکه انگار داشت یه چیزی رو زمزمه میکرد. صبح که بیدار شد کلمه‌ای که شنیده بود رو یادش میاد: بمون. وقتی اینو به همکاراش میگه، یکی از مریضا که اتفاقا همون شب حالش بد شده بود میگه تو خواب همین کلمه رو شنیده. تصادفی بوده یا توهمات؟ یا شاید بختک داشته یه پیغامی میداده. ازتون میخوام شما قضاوت کنید. این فقط یه بازی مغزه، یه چیزی داره از اون طرف پرده با همون حرف میزنه. بختک چیه؟ علم میگه یه اختلال ساده است، یه خطای مغزی که توی لحظه بیداری تو رو فلج میکنه و سایه‌های خیالی میسازه. ولی وقتی به داستان‌های هزار ساله نگاه میکنی، وقتی میبینی همه آدم‌ها از ایران تا ژاپن یه سایه مشابه میبینن، یه سوال بزرگتر پیش میاد. شاید بختک فقط تو مغز ما نیست، شاید یه لحظه است، یه پرده بین دنیای ما و یه جای ناشناخته. شاید اون سایه فقط یه توهم نیست، شاید یه چیزیه که داره تو رو میبینه، درست مثل تو که داری اونو میبینی. حالا شما بگید اگه تا الان بختک رو تجربه کردید، تو کامنت ها برامون بنویسید که چی دیدید و چی حس کردید. شاید داستان شما یه تکه از این پازل عجیب رو کامنت کنه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید یه لایک بدید و سابسکرایب کنیم و زنگوله رو بزنید که دیگه هیچ رازی تو دنیای شاهو میدیا ازت پنهون نمونه.